با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، در واقع روز چهارشنبه، عرض شود که 16 هست از ماه فوریه سال 2011 میلادی. در روزهای چهارشنبه به مدت 1 ساعت حضور شما هستم و در باب شاهنامه فردوسی صحبت میکنیم، داستان رستم و سهراب. اجازه بدید یک غزل کوتاه از حافظ خدمت شما بخوانم، وقتم خیلی سریع میگذرد و چند مطلب کوتاه هم هست. البته هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. ای گلبن جوان بر دولت بخور، که من در سایه تو بلبل باغ جهان شدم. اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم. قسمت حوالتم به خرابات می کند، هرچند کین چنین شدم و اون چنان شدم. اون روز بر دلم در معنی گشوده شد، که از ساکنان درگه پیر مغان شدم. در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت، با جام می به کام دل دوستان شدم. از اون زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن ز شر فتنه آخر زمان شدم. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، بر من چو عمر میگذرد پیر از اون شدم. دوشم نبی داد عنایت که حافظا، بازا که من به عفو گناهت ضمان شدم. بله، یک غزل زیبا از حافظ. به گمان من جز این تحت و فوق، یک کمی آخوندیست، تحت و فوق مناسب غزل نیست. به هر صورت شاهکاری بود از حافظ شیرازی. به تمام غزل‌های حافظ بعضی چیزها رو بیان می‌کند به طور ضمنی، بعضی چیزها رو نفی می‌کند. اون روز بر دلم در معنی گشوده شد، که از ساکنان درگه پیر مغان شدم. بله، یعنی از در مسجد و دین اینها چیزی نصیب ما نشد. بله، ناصر خسرو هم یک چیز در همین ارتباط دارد البته، و خیلی خیلی جالب است این دو بیت ناصر خسرو. یادم بیاد خدمتتون میخونم. بله، از سوی میر و شاه چون نومید شد دلم، زی اهل طیلسان و امام ردا شدم. می پیش پادشاهان بودم، نویسندگی میکردم، در حضورشون بودم، از اینا ناامید شدم، رفتم دنبال آخوندها و اهل دین. از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم، که از بیم مور در دهن اژدها شدم. قیاسان بفرمایید. خب عرض می شود خدمتتون که بعد از داستان مصر رو عرض کنم، فرار اون بن علی از تونس و اینها، موضوع ایران که البته قدیمترین هست در کل خاورمیانه، چون نیک بنگریم نخستین کشور به اصطلاح جهان سومی است که برای عدالت و حاکمیت ملی و استقلال پای به میدان گذاشته، و در همه این دوره ها موضوع آزادی و عدالت بوده. آزادی بوده است و عدالت، حالا چیزهای دیگر هم اضافه شده است. اینا بماند تنه اصلی در واقع هدف مبارزان در ایران در این 120 سال گذشته. آزادی بوده است و عدالت اجتماعی بوده، حاکمیت ملی بوده، و اینها پیداست مردم ایران بسیار از مردم دیگر در منطقه جلوتر بودند به لحاظ درک این قضایای مهم مربوط به زندگی انسان. و در اون روزگاران مطلق خبری نبود اینها در این کشورها از این حکایات، و امروز همه بیدار شدن. بعضی اینها از ما جلو افتادن. حالا نمیدونیم سرنوشت مصر چه خواهد شد، اما به نظر میرسد با در واقع بزرگواری که مردم مصر نشون دادن و تعقلی که به کار بردن در این 18 روزی که سرنگون کردن این دولت استبدادی این آقای حسنی مبارک رو، امید بسیار هست که به دموکراسی منجر بشود. عرض کردم هیچ چاره جز دموکراسی نیست. اساساً سیستم استبدادی سیستم ضد عقل است.
خلاف عقل است که یک نفر بیاد بنشیند اونجا و همه زبانها رو ببندد، همه فعالیت‌های فکری جامعه رو این آقا مسدود بکند، بگوید من از همه بهتر بلدم. این خلاف عقل هست. این چیزی است که سیاسی اندیشان قرن 17 در انگلیس به اون پی بردن و منجر شد به این فلسفه‌های سیاسی و لیبرالیسم و اینجور داستان‌ها. گفتن آقا این داستان عقلی نیست، اساساً این یک چیز ضد عقلی است در جامعه. نمی‌شود که یک نفر بیاد و از آن غیر عقلی تر اون که یک نفر بگوید حالا من به ضرب شمشیر آمدم بر شما حاکم شدم و شما حالا من میروم و فرزند من میاد اون بر شما حاکم میشه و بعد از فرزند من اون فرزند دیگرم نوه من میآید. این چه حقی است آقا؟ چه کسی این حق رو میداد به یک خانواده که چون من اینجا هستم از همه شما بهتر منم؟ دلیلش اینه که من شمشیر داشتم زدم و آمدم زور رو به دست گرفتم. خب این ثابت نمی کند که بچه او هم عرض کنم که بر جامعه حاکم بشود. این حق از اون نیست. نمیدونم چه کسی حق. باری این سیستم ها وجود داشت در تمام جهان، تقریبا به همین وجه بود. در خاورمیانه هم به همین وجه هست. در واقع شما اگه نیک بنگرید این آقای خامنه‌ای هم سعی میکند که پسرم را بیاورم. اتفاقا تو سلسله های درویشی هم متاسفانه اینجور شده. دلیلش هم این هست که وقتی قدرت جمع شد و ثروت آمد، این شخصی که در واقع به کهولت میرسه، ای آقا من بمیرم این پولا رو کی میخوره؟ این همه ما کلا سر مردم گذاشتیم، پول از مردم گرفتیم و حالا این همه تشکیلات ساختیم. نه، پس من پسرم رو به جای خودم مینشانم که این پولها در این خانواده بماند. اگر نه معنویت که به ارث میرسه که آقا مگه میشه هم چیزی در این خانقاه یک کسی بمیره پسرشو بذاره جانشین؟ آقا این چه حرفی است؟ اصلا چنین نبوده، اصلا سنت درویش این نیست. باری در کار سیاست هم به همین وجه بود. آقای علی خامنه‌ای میگه ببینیم این مجتبی رو بذاریم جای خودمان. همین کار هم صدام حسین مشغول به انجامش بود که توفیق نیافت، دو جنایتکار دیگر داشت از خودش بدتر. و عرض کنم که اون بعد از معاویه پدر همین آقا بشار اسد، حافظ الاسد، یک دراز مدتی اونجا مردم میکشت، اموال مردم حیف و میل میکرد. بعد یک مرتبه دیدیم از کلازتش ماشاءالله یک چیز عجیب غریبی هم کشید بیرون و حالا من رفتم و فرزند من آمد خلف سر. این آقا هم میخواست همین کارو بکنه. آقای حسنی مبارک هم آرام آرام پسرش رو داشت میورد در میدان. خیلی خنده‌داره واقعا. اما مردم بیدار شدن، جوانها بیدار شدن. این علوم، گسترش علوم هست که ما رو به اینجا رسانده. ارتباطات همش هر چه کرده فیزیک مدرن کرده. و این آخوندهای خودمان به مثابه این است که یک پیکری سرطان همه جاشو گرفته باشه، در حال نزع باشه، بعد بخواد با دعا خوندن و عرض میکنم بسم الله گفتن و اما یجیب خوندن این بیماری خوب بشه. آقا میسر نیست چنین چیزی. مردم شما رو نمیخواهند. فساد از نوک انگشتان این رژیم تا موی سر این رژیم رو فرا گرفته و نفرت مردم از این رژیم بی‌نظیره. یک گروهی هستن مردم ممکن است ناراضی باشن. خب این نارضایی یک درجه ایست از نخواستن. گروهی ممکن است که منزجر باشن، گروهی ممکن است که نفرت پیدا کنند، گروهی ممکن است که درجه نفرت به جایی برسد که دشمن رژیم و مرگ رژیم رو خواستار باشند. این وضعیت رژیم آخوندی است در مملکت ما و اینها یک نهادهای درست کردن از ابتدا برای کلاه گذاشتن بر سر مردم. خمینی خیلی مرد مهیل و دروغگو و مکاری بود. نظر او این بود که حکومتی مثل حکومت علی بن ابی طالب درست کنن به اون شیوه. و فلسفه چیز هم همین هست، ولایت فقیه یعنی این که آقا مردم مش چوپان هستن، ببخشید یه مش گوسفند هستن که اینا عقل اداره خود رو ندارن. چرا ندارن؟ به جهتی که اینا ناقص العقلن. بشر ناقص العقل است. عقل کامل نزد امام است، در واقع نزد خداست. خدا داده است به رسولش، رسولش هم داده به دامادش. حالا سیستم عقلی رو ببینید. رسول هم داده به دامادش، دامادش میدهد به پسرش و همینجوری به هر صورت نسل بعد نسل. این کمال عقلی و نمایندگی خدا و باطن قرآن، همه اینها دست این نطفه مقدس و از طریق نطفه منتقل می شده. اینها
و از اونها به ما رسیده. بنابراین این مردم شعور زندگی کردن ندارند و اینها به امور خودشون عرض کنن که قادر نیستن. این هست که ما بایستی برای اینا تصمیم بگیریم. اینا فلسفه سیاسیش بوده. بنابراین نه از طریق انتخابات، چون انتخابات اساسا ممنوع، قدغن کفر. آقا در سیستم ولایت فقیه عرض می شود که و مسئله ولایت این داستان کفر انتخابات. اینها عرض شود که کلک هایی بوده که هر کسی به متناسب با ایدئولوژی خودش زده به مردم در این عصر جدید. نگه داشتن مجلس و نهادهای ظاهری برای دموکراسی و اینها، و گفت حالا به خاطر اینکه مردم هم سر و صدا زیاد کردن چند سال است برای مجلس هم باشد و اینها، یک رئیس جمهوری باشد و اینها، اما ریاست قوم و صاحب اختیار اصل بایستی که ولی فقیه باشد، بقیهش هم بیهوده است. و اتفاقا به خاطر همین تضاد هم کارش به اینجا کشید، چون شما نمیتوانید هم یه سیستم استبدادی و سخنبندی استبدادی داشته باشید، هم بخواید انتخابات کنید. سهل است که مناظره تلویزیونی بکنید و رأی بگیرید، خب یک جایی به تضاد به دیوار بر بخورید. باری این نهادهایی که هست نهادهای مضحک این استبدادیون، اینها از فرایند دموکراسی و نهادهای دموکراتیک کاریکاتورش رو داشته. قدیم هم داشتیم کاریکاتور مجلس، کاریکاتور نمیدونم سنا، کاریکاتور از این چیزا، حالا حتی کاریکاتور انتخابات هم که نبود. بنابراین این کاریکاتوره در واقع. مثلا مجلس آخوندها، من از آدم‌های مطلع شنیدم که این وکلا بیشتر اینها جنایتکاران رژیم هستن که در زندان‌های مختلف آدم کشتن و شکنجه کردن با نام‌های مختلف در شهرهای مختلف، سرانجام سر از این دیوانه‌خانه در آوردن. مجلس یعنی محل تولید قانون، مجلس یعنی جایی که رأی ملت در اونجا منعکس شده. مجلس در واقع سمبل قانونمندی است در یک مملکت. جایی که مجلس هست، یعنی شما ببینید از این مجلسی آقایان ببینید چه میگوین. مرگبر میگوید در مجلس. این تکه فیلم رو سامان جان شما ببینید، این دیوانگان جنایتکار ببینید چاقو کشان چه میگوید، چه شلوغی و چه فضاحتی به راه انداختن. اصلا قبلا هم دیدید، ولی بعدی سیکواردی نگاه کن. بله، اینم مجلس آقایان و یکی از زعمای اجامر و یکی از رؤسای اراذل، این لاریجانی و این برادران لاریجانی واقعا از رذالت نمونه هستن. یعنی ما اگر یک موزه بسازیم که مجسمه اراذل تاریخ رو بخوایم اونجا وارد کنیم و دروغگویان و از کنم جنایتکاران و اهریمنان، این سه برادر نمیدونم 2 تا یا 3 تا، اینا حتما مجسمه هاشون باید باشه. گویا 3 نفر. چه چیزها گفته است در این 2-3 روز، چه حیله ها انگیختن در این 2-3 روز. آقا زدن جوان مردم رو کشتن، میگن این بسیج بود. خودشون میکشن میگن مجاهدین بودن. کی بود آخرین باری که مجاهدین آمدن برای شما تفنگ کشیدن؟ که یک مرتبه مجاهدین پیدا شدن با مسلسلات تو خیابان تهران. یعنی در هر موضوعی این نمیتواند از دروغ گفتن و ترفند بستن و حیله انگیختن خودداری بکنه. در هیچ موردی اینها صادق نبودن با مردم. و ما باید فکر کنیم اون گروه از ما که یک نانی داریم، نان خونیمی و ننگینی داریم از این رژیم میگیریم و میخوریم،